امامان خوارزم میگفتند برای هر تاجر ضرور است که یک دوست فقیه داشته باشد. هر آن مالی که در راه درآمد آن احکام شرعی متعلق به آن داد و گرفت رعایت نشود، آن مال حرام محسوب است که تاجر مسلمان میباید آن احکام را یا خود بیاموزد و یا از کسی بپرسد. این چنین خرید و فروش میتواند خرید و فروش صحیح باشد، میتواند خرید و فروش فاسد باطل باشد. اجاره دهی میتواند اجاره دهی درست صحیح باشد، جایز باشد، حلال باشد، میتواند اجاره دهی فاسد باشد، باطل باشد. به نام خداوند بخشنده و مهربان. و بعد السلام علیکم دوستان عزیز گرامی. خطاب امروز بنده در نوبت اول برای کسانی است که به کار تجارت و سودا مشغولند. البته شنیدن مسئله های فقهی برای هر مسلمانی ضرور است، اما این موضوع چون به مالیات ربط دارد، تاجران و صاحبکاران میباید این موضوع را به دقت بیشتر ببینند. امام ابن نجیم در کتاب بحر الرائق در باب سودا و خرید و فروش آورده که وکان التجار فی القدیم اذا سافروا استصحبوا معهم فقیها یرجعون الیه فی امورهم. تاجران در گذشته چون به سفر تجارتی می برآمدند، حتما همراه خود فقیه را همراه می گرفتند تا در کارهایشان به او مراجعت کنند، یعنی احکام سودا و خرید و فروش را از او همواره پرسیده ایستند. این چنین ابن نجیم علاوه کرده گفته و عن ائمه خوارزم لا بد لكل تاجر من صدیق فقیه. امامان خوارزم می گفتند برای هر تاجر ضرور است که یک دوست فقیه داشته باشد. چرا آن تاجران و صاحبکاران در گذشته چنین میکردند؟ چون که آن عصرهای دینداری مردم، عصرهای پایبندی به احکام شریعت بود و هر تاجر میدانست که احکام معاملات را میباید طبق احکام شریعت باید براه ماند، داد و گرفتش را میباید طبق فرموده های خداوند انجام دهد. بنابراین فقیه را همراه خود میگرفتند و به فقها مراجعت میکردند. پیش از هر کاری را انجام دادن، پیش از به هر سودای اقدام نمودن، به هر داد و گرفت رو آوردن، اول حکم آن را از دانشمندان میپرسیدند. چرا؟ چون که فرض است. چون که دانستن حکم هر کاری که انسان با آن اقدام میکند فرض است. نباید انسان به کار اقدام نماید که حکم آن را نمیداند. حکم شرعی آن را باید بپرسد، سپس به آن اقدام نماید. شاید کم نباشند کسانی که گمان کنند فقه اسلامی احکام شریعت مخصوص طهارت و نماز و روزه و زکات و ذکر و تلاوت قرآن است. به بازار و سودا فقه چی کار دارد مثلا؟ نه، این غلط است. این پندار، این شناخت از شریعت شناخت غلط است. احکام شرعی آنگونه که به نماز و روزه و طهارت و به زکات و به حج و به عمره و به طواف تعلق دارد، به خرید و فروش ما، به اجاره دادن و اجاره گرفتن ما، به تبادل اسعار ما، به تحویل مبلغ از جای به جای دیگر، به هر داد و گرفت، به هر معامله‌ای که انسان در حیات با کسی دیگری، چون معامله مالی باشد یا غیر مالی، فقه اسلامی به آن حکم خاصی دارد. فقه اسلامی احکام آن را، آداب آن را، حلال و حرام آن را، راه درست و نادرست آن را بیان کرده است. باب عبادت ها از قبیل احکامی که درباره طهارت است، تیمم است، غسل است و درباره نماز است، نمازهای پنجگانه، نمازهای مثلا جمعه و جنازه و عیدین، این چنین درباره روزه و روزه‌داری، انواع آن، درباره حج و عمره و اینها، درباره زکات فرضی، زکات نفلی، صدقه فطر و غیره. اما در پهلوی این ما بابی داریم به نام معاملات، یعنی داد و گرفت ها، داد و گرفت های مالی و داد و گرفت های غیر مالی که هر یک احکام فقهی خودش را دارد، حلال و حرام خودش را دارد، صحیح و فاسد خودش را دارد. معاملات مالی از قبیل خرید و فروش، اجاره گرفتن، اجاره دادن، قرض گرفتن، قرض دادن، چیزی را به عاریت گرفتن، به عاریت دادن، این چنین تحویل مبلغ و تبادل اسعار، هر گونه معامله که علل خصوص در عصر ما باز بیشتر شده، معامله های جدید به میان آمده که شریعت اسلامی برای هر یک نوع داد و گرفت، چی داد و گرفت های قدیمی معمولی تقلیدی باشد و چی داد و گرفت های معاصر جدید، حکمی خاص خودش را دارد که تاجر مسلمان میباید آن احکام را
یا خود بیاموزد و یا از کسی بپرسد. یعنی به عباره دیگر آنگونه که نماز میتواند نماز صحیح درست باشد و یا نماز فاسد باشد، روزه میتواند روزه صحیح باشد یا روزه فاسد باشد و هاکذا، این چنین خرید و فروش میتواند خرید و فروشی صحیح باشد، میتواند خرید و فروشی فاسد باطل باشد. اجاره دهی میتواند اجاره دهی درست صحیح باشد، جایز باشد، حلال باشد، میتواند اجاره دهی فاسدی باشد، باطلی باشد. و این نکته را هر شخص مسلمان و خاصتا تاجرها و صاحبکارها باید دانند که هر آن مالی که در راه درآمد آن احکام شرعی متعلق به آن داده گرفته رعایت نشود، آن مال حرام محسوب است. پس وظیفه دینی و ایمانی هر فرد مسلمان این است که آنگونه که احکام عبادت ها را می آموزد، چگونه طهارت گرفتن، چگونه نماز گزاریدن، چگونه روزه داشتن، کی روزه را کشادن، چگونه زکات دادن، این چنین می باید احکام معاملات مالی را نیز آموزد. البته باز معاملات غیر مالی که از قبیل مناسبت های خانوادگی است، احکام نکاح، احکام طلاق، احکام رضاعت، احکام سرپرستی کودک، احکام تقسیم میراث، این احکامی است که شریعت اسلامی با خصوصیت فراگیر بودنش برای مسلمان در هر بخش حیاتش احکام آن را بیان کرده و مسلمان را وظیفه دار کرده تا طبق این احکام الهی عمر به سر برد. دوستان گرامی، از بس که ندانستن احکام شرعی متعلق به سودا و تجارت باعث می گردد که کس مال را به راه حرام به دست آورد. یعنی شخصی که احکام فقهی سودا و تجارت را ندانسته وارد بازار و این ساحه شود، حتما درآمدش درآمد حرام می شود. خواهد یا نخواهد خلل‌های در کار تجارتی او رخ می دهد. و آنگونه که اشاره کردیم، هر مالی که احکام فقهی آن در راه درآمد آن رعایت نشود، مال حرام محسوب است. و چون این شخص به بازار و به اقتصاد ضررهای گوناگون میرساند. از این است که حضرت عمر در بازار مدینه هنگامی که خلیفه مسلمانان بودند، راهبر مسلمانان بودند، گشت و گذار میکردند و سطح دانش فقهی تاجران را سنجش میکردند، میپرسیدند تا دانند که دانش فقهی آنها تا کجاست، آیا احکام خرید و فروش را میدانند یا نمیدانند. و هر کس که احکام فقهی تجارت را نمیدانست، او را از حق سودا در بازار محروم میکردند تا آموخته دوباره به بازار برگردد. و این جمله ماندگار از ایشان روایت شده که میتوان آن را قانون بازرگانی، یکی از قانونهای بازرگانی و صاحبکاری برای مسلمانان خواند. ایشان گفتند، آنگونه که امام ترمذی روایت کرده، لا یبیع فی سوقنا الا من تفقه و الا اکل الربا شاء ام ابا. هر کس که احکام فقهی سودا را نمیداند در این بازار، اشاره به بازار مدینه، حق سودا کردن ندارد. زیرا هر کی ندانسته احکام فقهی سودا را ندانسته وارد بازار شود، خواهد یا نخواهد مال حرام میخورد. حضرت عمر منع میکردند که تاجر دانش فقهی سودا را، خرید و فروش را ندانسته به سودا مشغول شود. یکی از امامان نامور، امام قرافی، در کتاب نفیس خود الفروق عباره دارد که چنین گفته: فمن باع وجب عليه ان يتعلم ما عينه الله وشرعه في البيع ومن آجر وجب عليه ان يتعلم ما شرعه الله في الإجارة ومن قارض وجب عليه ان يتعلم حكم الله في القراض ومن صلى وجب عليه ان يتعلم حكم الله في تلك الصلاة. امام قرافی اینجا گفته هر کی خواهد به کار سودا مشغول شود، واجب است، یعنی حتمی است شرعاً، که احکام تعیین نموده الله تعالی را درباره سودا بیاموزد. و هر کی چیزی را به اجاره دادنی شود، برایش واجب است تا احکام الله تعالی را درباره اجاره بیاموزد. واجب است برایش تا تعلیم بگیرد. و هر کسی با کسی دیگری میخواهد مضاربه کند، میباید احکام خداوند را که متعلق به مضاربه است آموزد. و در نهایت نماز را مثال زدن و هر کس خواهد نماز را انجام دهد، میباید احکام آن نماز را بیاموزد. یعنی امام قرافی اینجا میان نماز، آموختن احکام نماز و آموختن احکام سودا و اجاره گرفتن و مضاربه کردن برابر کرده و در حقیقت نیز برابر است. زیرا همه شرع خداست، همه احکامی خداوند است که
برای بندگان برای رعایت شدن، برای تطبیق نمودن نازلش کرده. این چنین عباره از امام ابن عابدین نیز در رد المحتار آمده که ایشان میگویند لا شک فی فرضیت علم الفرائض الخمس و علم الاخلاص لان صحة العمل موقوفة عليه وعلم الحلال والحرام وعلم البيع والشراء وعلم البيع والشراء والنكاح والطلاق لمن أراد الدخول في هذه الأشياء. شکی نیست که دانش متعلق به فریضه های پنجگانه و دانش متعلق به اخلاص که نماز را چگونه به خاطر خدا گذارید، چگونه از ریا دور بود، این دانش ها را آموختن میگه شکی نیست که فرض است، زیرا صحیح شدن عمل و عبادت ها متوقف به دانستن این مسائل است. این چنین و علم البیع و شراء و دانش خرید و فروش را نیز باید مسلمان شکی نیست میگوید که فرض است، باید آموزد. و علم النکاح و طلاق را برای شخصی که اراد الدخول فی هذه الاشیاء میخواهد به این کارها اقدام نماید، این کارها را پیشه کند، حتما میباید احکام آن را، حلال و حرام آن را بیاموزد. پس بنابراین قانون عمری که متعلق به بازار است، بنابر گفته این فقیهان بزرگوار، برای هر شخص مسلمان حتمی است، وظیفه ایمانی و دینی است، واجب است، یعنی به تعبیر شرعی واجب است تا احکام سودا و خرید و فروش را خاصتا تاجران، صاحب کاران میباید بیاموزند و یا بپرسند، آنگونه که هر تاجر مسلمان برای بهتر کردن کارش، برای رشد دادن تجارتش میاندیشد، راه های بهتری مال را، کالای را از جای، از شهر، از کشوری به کشور دیگر میخواهد برساند و میخواهد درآمدی خوبتر کند، حق دارد البته. عیناً همین گونه و از این بیشتر میباید توجه به مسائل حلال و حرامی تجارت نیز داشته باشد، زیرا سهلنگاری نمودن در آموختن احکام تجارت باعث میگردد که در رزق و روزی انسان، در درآمد انسان مال حرام یا مال مکروه یا مال شبهناک راه یابد که هیچ مسلمان نباید به این چیز راضی شود. به امید برای کشایش در کار و تجارت ها و به امید مطابق سازی همه تصرف ها، همه کارها با احکام شریعت. خدا یار و مددگارتون.